تا الان فکر کردی همین اینستایی که میری چقدر ممکن مخرب باشی؟ اگه میخوای بدونی تا این ویدیو همراه من باش. درود رفقا، حالتون چطور؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امروز قرار بریم با هم ببینیم که بدیهای این اینستاگرام چیه. البته چیزی هم میتونیم تو بگم که الفاظ رکیک داره. کلا من یه کاری میکنم که اگر ویدیو توش الفاظ رکیک باشه همین اول میگم که حالا اگه جوونی هنسفری بیاری کنار خانواده نبینیم یا حالا هرچی راحت باشین این ویدیو داره الفاظ رکیک میباشه، واسه حواستون به خودتون باشه. برایش در کل بخوام بهتون بگم، البته من کلا با اینستاگرام خودم هیچ زاویه‌ای ندارم و مشکلی ندارم، حتی با اینکه خیلی هم ممکنه بعضی هم محتواش خوب باشه، مثلا آموزش آشپزی داره، آموزش بافتنی داره و از این نوع آموزش ها داره که اینها باعث پیشرفت خوب میشه، میتونید یاد بگیرید، ولی بدیهای آن به مراتب بیشتره. حالا اولین بدیش اینه که اگه شما که مثلا اونهایی که به صورت روزمره استوری و پست از زندگی خودشون میذارن که به صورت اکثر مادرهای ما هم حتما نگاهشون میکنن، این باعث کمالگرایی و چشم و همچشمی میشه. حالا کمالگرایی یعنی چی؟ چشم و همچشمی که همتون میدونید. کمالگرایی یعنی این که شما زندگی خوب اون طرف رو ببینید، بگید واو چه زندگی خوبی، چه مثلا ماشین خوبی، چه زندگی رویایی و لاخچری داره. من معذرت ماسکمو خیلی درست میکنم، یه زندگی چه لاخچری داره فلان، ولی در صورتی که شاید اونجوری نباشه و اینکه همش دوست سعی کنید به اون بشید و وقتی که زندگی اونو میبینید دست از تلاش کردن میکشید و ناامید میشید. ولی در صورتی که اون زندگیش شاید خیلی مواقع سانسور کرده و پنهان کرده و خوبی های زندگی خودش رو نشون میده نه بدی هاش، یعنی یه طوری کات میزنه که فقط قسمت هایی که شاده هپیه رو به نمایش میذاره، یعنی نمیدونم اون لحظه حالا یه خوشحالی هاشو به نمایش میذاره نه بدی ها، نه ناراحتی ها، نه غم ها، نه مشکلاتشونو. برای مثال فلان بلاگر اسمش هم نمیبرم، حالا بعدن رو اینا میرم، رو بعضی از بلاگرها خیلی میگیرم. فلان بلاگر یه چیزی میخره تعریف میکنه که وای خوبه زندگیم و بخشای بعدش رو سانسور میکنه مثلا. و اینکه شما به کمالگرا خب یه چیزی که شما دوستی همیشه بهترین کارها، همه کارها رو به بهترین نحو ممکن انجام بدید. حالا این بدی اوله که حالا احتمالاً راجبش ویدیو جدا هم دادیم. بدی دوم اتلاف وقت، این که اصلا کوچکترین بدیشه ولی بزرگترین بدیشه. چی؟ یعنی که شما تا الان خیلی وقتا برید اینستاگرام بخواید یه چیزی مثلا یه پیام بدین به دوستتون یا یه پیج تو اینستاگرام ببینید، ولی یوم اکسپلور رو باز میکنه به دلیل هوش مصنوعی بسیار قوی که داره و میفهمه که شما چی دوست دارید، همه اون چیزهایی که شما دوست دارید میاره و واسه که ساعت‌ها اتلاف وقت براتون باشه، مثلا 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت بشینید اینستاگرام باز کنید. من خودم الان اینستاگرامو پاک کردم و در زمانی که مثلا داشتم خیلی هم واقعا این اتلاف وقت بود. خب حالا میرسیم به بخش سوم ویدیو، نژاد پرستی، یعنی شوخی های قومیتی و جنسیتی و نژاد پرستی. قومیتی و جنسیتی نژاد پرستی، باز نژاد پرستی رو کار ندارم چون توی ایران خب سیاه پوست نیست. و اینکه بهتون یه چیزی بگم، مثلا من خودم خب سیاه پوستا رو خیلی جا به شوخی باهاشون شوخی میکنم ولی نژاد پرست نیستم. مثلا اگه که مثلا یه سیاه‌پوست ببینم مثلا به سفیدها رو نگاه مثلا بخندم مشکلی ندارم چون شوخیه. مثلا من سیاه‌پوست ببینم بخندم مشکلی ندارم، ولی مثلا که بگم سیاه‌پوستا باید نابود بشن، نه این نژاد پرستیه به نظر من. مثلا اون سیاه‌پوستا به سفیدپوستا نابود بشن، خب خیلی باز این حالا خب توی اینستاگرام فارسی نیست، بیشتر موضوع قومیتیه. مثلا یه نفر که ترک تباره میاد فعالیت میکنه اشان تورچخر. من خودم ترک نیستم، من خودم تهرانیم، نمیگم خیلی خفنم ولی تهرانی، یعنی تو تهران به دنیا اومدم، منظورم اینه، ترک نیستم که فکر کنم خیلی طرفدار ترکام. تورچخر یا مثلا مشهدی میگم مشهدی شمدوز، اصفهانی خسیس. خب اینها بیشتر چیزیه که دارن سر شوخی میگن و واقعا هم نمیدونن ریشش از کجا آمده، از همین ترک خر یا مثلا همین اصفهانی خسیس، رشتی بی غیرت دیگه.
مشهدی شمروز خودشون نمیدونن از کجا آمده و فقط دارن سر شوخی میگن. حالا طرف شاید واقعا ناراحت بشه، مثلا من شاید مثلا خیلی جا توی جمع خانوادگی شوخی کرده باشم، ولی با یک مشهدی مثلا که از مشهد اومده خونه ما، نمیگم به رشتی که رشت اومده خونه ما، به اصفهانی که مثلا فامیل داریم، خب مثلا شاید فامیل داشته باشید، فامیلاتون بیاد خب مسخرهشون نمیکنید. من مثلا توی جمعی که مثلا بچه‌ها باشن آره شوخی میکنید، ولی اینکه بیای توی این اینستاگرام مثلا تو کامنت های بنده خدای ترک بنویسی تور چه خر تور چه خر تور چه خر، زشته، بی‌ناموسیه. حالا موضوع بعدی که میرسیم، موضوع جنسیتیه. مثلا یه نفر که حالا بعدا هم بهش میپردازیم میاد میگه که مثلا مردا همه فلانن بدن فلانن، ولی مثلا نمیاد و یک آقا مردا اگه فلانن زنا هم فلانن، خب آقا باید درست باشین، مثلا میاد مردا فلانن فمینیستا. بعد همین باعث میشه که خود به خود اون پسری که آدم درستی است و واقعا هم زن ستیز نیست و فمینیست نیست بیاد ضد بشه، ضد زنها. مثلا یه رپری، یک خواننده، یک حالا یوتیوبری، هر چیز که مثلا یک عکسی با بیکینی منتشر کرده، طرف زیر کامنتش بیاد بنویسه جنده. خب این تاثیر اون یابوه که این بدبختم پاسوز قضیه شده و این میرسه به مشکلی که جنسیتیه. یعنی خود به خود وقتی که اون اینو میگه، پسرایی که اینجوری هم هستن که افکار سالمی دارن میرن سمت زن ستیزی. من خواهم یه زمانی اینجوری بودم ولی خب الان نیستم. یکم فکر کنم آقا اون یه گوی خورده، اون بنده خدا هیچ گناهی نداره حالا که بهش فوش بدی. یا مثلا یه پسری اومده مثلا یه کاری کرده میگه نه وای همه دخترها فلانن، بد شدن، جنده شدن فلان. بعد این خود به خود اون دختری که مثلا فمینیست نیست، آدم سالمیه، میاد اینا رو که میبینه، این فکرها رو میبینه دیگه، و 4 تا پسر کسخلم مثل خودمون آقای کسخل اینو فالو دارن و حق با توه. اون دختر وقتی که میاد اون طرف کسخل رو میبینه، کامنت اون پسر کسخل رو میخونه، خود به خود خب اینجوری میشه و به این سمت و سو کشیده میشه. و چی میشه وقتی که یک پسر میاد مثلا توی یک رقص میرقصه، مثلا با آهنگ بندری میرقصه، بعد چطوری میرقصه؟ حالا یه شلوارک باشه، یه هودی تنشه، یا مثلا یه تیشرت لش، همه میان میگن گی 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 پرنسس گی فلان هم جنسگرا بیناموس کسخل. این دیگه اون گی نیست، اون بدبخت داره پاسوز این میشه. میدونید من دارم اینو میگم که اونی که رقصیدش گناهی نداره، ولی این الکی داره فشخور میشه اونجا. و البته یه چیز دیگه است، مثلا همون اون خانومی که اصلا اسمش هم نمیارم اومده این حرفو زده، کلی پسر بهش فوش دادن. خب و وقتی که یک دختری میاد میبینه این حرفو زده و پسرها هم بهش فوش دادند، خود به خود یه جنبه ضد مرد ستیزی میگیره، میگه آقا این مردا همه همینن، میان فوش میدن. و شاید اون هم قربانی همین بازی بوده. یا مثلا شاید یک پسری میاد یه حرف بدی میزنه و میگم 4 نفر میان میگن نه تو دخترها به این پسر فوش میده، حالا جز اون دوتا اون فمینیستای کسخل که میرن سر اون خانوم حمایت میکنن، یا مثلا اون زن ستیزای کسخل که میرن سر اون چیزها حمایت میکنند، از اون مرد حمایت میکنن یا از اون زنه، حالا کاری با اون ندارم. اون یه مورد دومش میشه وقتی که پسرها میرن زیر کامنت اون دختر میمیسن همه دخترها جنده شدن، آهن پرستن، فلانن، گوش کنید. و اون دختری که میره آدم سالمی میره اینا رو میخونه، خود به خود یه جنبه مرد ستیزی میگیره، میگه آقا اینا تو پس سرش این میاد که آقا این پسرا اون بنده خدا حق میگفت، پس همه اینن، خب باید با اینا اینجوری بود. یا مثلا وقتی که اون دختر میاد این کسوشه رو میگه، همه پسرا میان معذرت میخوام، مثلا یه پسری میاد یه چیزی میگه، حرف بدی میزنه، همه دخترا بشن وای گی پرنسس کونی فلان، شما همتون دروغگوین، نمیدونم حق با اون خانومه مثلا. خب بعد وقتی که یک پسری میاد اینو میخونه، خود به خود جنبه زن ستیزی میگیره که آقا نه دخترها همه جنده آهن پرستن، چون به من گفته گی و پرنسس، اصلا شاید با تو نبوده، شاید با امثال تو نبوده.
حالا این یه بحث بعدی هم که حالا بحث آخره، شیوع یافتن خرافات عجیب و غریب. مثلا اگر میخوای تا آخر سال بدنت مثل رونی کلمن بشه، یا مثلا میخوای که پولدار شوی هر روز ذکر یا سبحان الله، بسم الله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بخون، اگر قبول داری بنویس یا الله. حالا اونجا همه تو کامنت ها یا الله یا الله یا الله. کسخال، اون چیه تو نوشتی؟ من چی بگم آخه؟ نکن یا الله. مثلا این همه آدم که مثلا داره از دین مردم خوب اینجور استفاده میکنه و ما 4 تا خرافاتی هم عرض میکنم ذکر یا الله یا حسین یا حسین، بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا الله هم مینویسن. تموم. این خرافات مثلا. ولی در صورتی که آقا شما برو دنبالش پول در بیار، یا الله هم نمیخواد بنویسی، اصلا بگو فقط شیطان 666 ولی یا الله هم نمیخواد بنویسی، چطوری پولدار میشی؟ چون که داری میری سمتش. یا شما برو باشگاه، اصلا خدا کرم نه از خودت باید کرم باشه. در کل اگر تو زندگیتون اینستاگرام نداری، یک پله بقیه جوانان پیشترید. و اینکه تو ویدیو ولی فعلا مراقب خودتون باشین، خوشتون اومد لایک کنید، و اینکه اگه با جایش مشکل داشتین کامنت بذارید. تاج سر منید. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشین. بدرود.